فقط 5 میلیون دلار هزینه، 2 ماه آموزش و نتیجه یک هوش مصنوعی که از بزرگترین مدل‌های اوپن ای آی و متا هم بزرگتره. ولی چطور ممکنه؟ این همون چیزیه که امروز قراره دربارش صحبت کنیم. دیپسیک یک استارتاپ چینیه که داره با غول‌های هوش مصنوعی رقابت میکنه. بنیانگذارش لیانگ ونفنگ یک کارآفرین و سرمایه‌گذار معروف چینیه. این شرکت بدون سرمایه‌گذار خارجی کار میکنه. یعنی چی؟ یعنی دیگه فشار مالی خارجی نداره و کاملا روی تحقیق و توسعه متمرکزه و این باعث پیشرفتشون شده. آوریل 2023 های فلایر یک لابراتوار هوش مصنوعی را اندازی کرد. چند ماه بعد در جولای 2023 اسمش شد دیپسیک و اولین مدلش رو منتشر کرد، دیپسیک کودر، که یک مدل متن‌باز برای برنامه‌نویس ها بود. مدل های مهم و پرچمدار دیپسیک که در مدت زمان کوتاه منتشر شدن و ما به اونها اشاره میکنیم. شماره 1 دیپسیک V2 عملکرد قوی و هزینه کمتر باعث شد که این برنامه دیده بشه و در می 2024 منتشر شد. شماره 2 دیپسیک V3 مدل پرچمدار با 671 میلیارد پارامتر که در دسامبر 2024 منتشر شد. و شماره 3 همونی که با اومدنش ترکوند، دیپسیک R1 که رقابت مستقیم با اوپن ای آی داشت و تمرکز بر استدلال و تحلیل داده ها داشت و در ژانویه 2025 منتشر شد. چرا دیپسیک مهمه؟ برخلاف اوپن ای آی که برای دسترسی به مدل های قویش پول میگیره، دیپسیک مدل های قدرتمندش رو رایگان منتشر میکنه. برای مثال دیپسیک ویتیری با 671 میلیارد پارامتر حتی از لیاما 3.1 متا با 405 میلیارد پارامتر بزرگتره و چیزی هلوش 1.6 برابر اونه. با سخت افزار ارزونتر هزینه آموزشی این مدل فقط 5.58 میلیون دلار بوده که خیلی کمتر از شرکت‌های آمریکایی بوده. برای مثال اوپن ای آی چیزی هلوش 100 میلیون دلار هزینه کرده. دیپسیک داره نشون میده که با منابع کمتر هم میشه کارهای بزرگ انجام داد. ولی آیا این هوش مصنوعی میتونه تو آینده با مدل‌های اوپن ای آی و متا رقابت کنه؟ نظر شما چیه؟ حتما توی کامنت ها بهم بگو و اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک کن، سابسکرایب یادت نره.